بسم الله الرحمن الرحیم. علم نجعل الارض مهادا. آیا نگردانیم زمین را فرش؟ تفسیر: که بر آن به آرامی و اطمینان استراحت می کنند و به سهولت از پهلو به پهلو می گردند. والجبال اوتادا، و کوهها را میخها. زمین در آغاز خلقتش لرزش و اضطراب داشت. خدای حکیم کوهها را بیافرید تا سکون در آن پدید آید. از آنجا که میخ کردن مانع حرکت می باشد، بنابر آن کوهها به میخ تشبیه یافت. و خلقناکم ازواجا، و آفریدیم شما را جفت جفت. تفسیر: یعنی زن را برای آسایش مرد جفت او آفریدیم، چنانچه در این آیه کریمه فرموده: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. سوره روم، رکوع 3. و جعلنا نومکم سباتا، و گردانیدیم خواب شما را برای رفع خستگی. تفسیر: یعنی خستگی های روز را همین خواب شب برطرف می کند و از این آیه کریمه معلوم شد که خواب بهترین وسیله است برای استراحت. سپس به مناسبت خواب شب را ذکر می فرماید: و جعلنا اللیل لباسا، و گردانیدیم شب را پوشش. تفسیر: وجه لباس بودن شب ظاهر و آشکار است، زیرا همچنان اگر لباس جسم انسان را می پوشاند، کارهای صدر طلب در شب انجام می شود. از این رو شب به لباس تشبیه یافته و نیز لباس و شب با هم تناسب دارند، زیرا انسان در شب بیشتر به لباس محتاج می باشند.